بچه چشمایت باز کن. جان خواهر حالا دیگه چشمایت باز کن. سحر هیچ رو چشمای خودم باز نمیکنم. خواهر لطفا یک کاری کن. بچه‌م چشمایت باز کن. بچه چشمایت باز کن. چتن به هوش بیا. اسما آمبولانس بخوای. کاکا منتظر آمبولانس بودن. اسما اینو بشه به خونه ببریم. بیادر یک کاری کن لطفا. بچه جان مادر. سحر به آمبولانس زنگ بزن. درست است بچه‌م بخیز دیگه. مادر یک حادثه بود. درست است جان مادر. حالا دیگه بخیز. حالا دیگه هیچ حادثه نبود. تو با قصد بیادر مزنی ها. اسما متوجه هستی که چی میگی؟ بچه میگه که فقط یک حادثه بود. فکر میکنی که قدرت قصدنی کار کرده؟ این میکنه. از بخیلی اسادت هر کارو میکنه. هر قدر تو خواسته باشی در پشت مادرت پد شو. قدرت بس تو شکایت میکنم. تو را زندانی خود ساختم. این کارت به حساب نمیمانم. اسما حالا دیگه. خاله جان خاله بیا. جان مادر. درست است جان مادر گذشت. حالا بیش. حالا آرام باش. درست است. نفس عمیق بگی. حالا دیگه جان مادر. نفس بگی. بچیم من قاتل شدم. خدا نکنه جان مادر. تو چی میگی؟ مادر لطفا مرا نجات بدن. خواهش میکنم. نمیخوایم زندانی شوم مادر. درست است جان مادر. نترس. حالا دیگه بخیز دستوریت بشوی. حالا بیا. حالا جان مادر. کمی سرعت بگی بیادر جان. صدقه جواب سرعت بگی. مامای میمیره خاله جان. نه خیر جانا مامای چیز نمیشه. تو نداری. درست است. برو دیگه بیادر جان. برو دیگه حرکت کو. برو. خدایا تو چتن ما رو دوباره بر ما ببخش. تحمل کن بیادر جان. کم مانده. خدایا 20 سال میشه که به اولادم دعا میکنم. یک روزم کار خلافی نکردیم. گفتم که یک روز به اولادم خاط رسیدم. برم درد اولاد نشان نده. خدایا خواهش میکنم بچه من نجات بده. درد اولاد برم نشان نده. تو هیچ گناهی نداری جانم. نترس بچم. هیچ کسی به تو ضرر رسانده نمیتونه. قدرت بچم طرف ما بیبی. فهمیدی قدرت؟ ما قاتل شدیم. قدرت آرام باش. تو هیچ گناهی نداری. فقط یک حادثه بود بچه. قدرت بچه‌م به هوش بیا جانم. ما زندانی خواهد شدم. تمام عمر زندانی خواهد شدم. نه خیر قدرت. نه خیر جان مادر قسم نمیشه. شنیدی که چی گفتم؟ شنیدی قدرت؟ تو هیچ نترس. تا وقتی که ما باشم هیچ کسی به تو ضرر رسانده نمیتونه. حتی یک تارو محیطم کم نمیشه. من کوشش کردم جان بیادرم بگیرم. من زندانی میشم. بچه‌م آرام باش. خواهش میکنم آرام باش. بیبی تا وقتی که ما باشم هیچ کسی به تو ضرر رسانده نمیتونه. قاتل شدم. ما به خاطر تو بسیار چیزا را قبول کردیم. فکر میکنی الهیت میکنم؟ راستش دوسیه مشکل نداره. اگه خواسته باشی با آقا محمود زنگ بزن که به دفتر بیایه. با نظر ما بدونی که به محکمه بریم این مسئله را حل کرده میتونیم. میفهمی عمر؟ همون روز اول که سر در پنتون دیدم این احساس کرده بودم که یک جای کار خود کردیم. با خود میگفتم که بچه از زندگیم یک شخص خاص خود شد. انشالله با هم بسیار پیشرفت خود داشتیم. البته که خود داشتیم. اما
من هم میخوایم که فقط مثل یک شریک کاری باقی بمانیم جانم. عمر. بله. ما بسیار وقت میشه که میخوایم یک چیز برات بگویم جانم. بله مشنوم پیک. ببینم که شخص مزاحم در این وقت کی است. این قسم نگو، شاید عاجل باشه. بله خواهر. اپیک کجاستی؟ همراه عمر هستم. درباره یک دعوا با هم گپ میزنیم. عمر بان جانم، یک موضوع مهم است. امیاله به خانه ما بیا. خواهر فعلا وقت ندارم که گپ بزنم، باز بعداً گپ خواهد زدیم. اپیک گفتم کار بار تبان، یک موضوع بسیار مهم است. امیاله به خانه ما بیا. قدرت با موتر خود چتنه زده. چی؟ بشکده باشی که عمر نفهمه. منتظرت هستم. امیاله بیا. درست است خواهر جان، میایم. کدام مشکلی است؟ نه خیر جانم، خواهرم از دیگه همیشه عجله میکنه. هر وقت که جگر خون شوه باز مرا میخواه. آی معذرت میخوایم، میشه که فردا در باره گپ بزنیم. من تو را میرسانم. لازم نیست، من خودم یک تاکسی میگیرم و میرم عزیزم. درباره دوام باز فردا گپ خود زدیم. شب خوش. چی شده؟ حادثه کردم. درست است، ما با دکتر خبر میدم. شما داخل شدن نمیتونی. بیادر من موتر زده، نیم ساعت است که بیهوش است. لطفا یک کاری کنین دکتر. درست است، آرام باشین خانم. از اقارب نزدیک مریض کی است؟ ما خواهرایش هستیم. ایام کوکویم. درست است، یکی تان فرم شفاخانه را پر کنید. درست است، من کاراش خلاص میکنم، شما همینجا منتظر باشین. سحر، دخترم، دکترها چیزی گفتن؟ نه خیر کاکا، هنوز منتظر هستیم. چتن جان خواهر، چتن. بچه ما کجا میبرین؟ بیادر ما کجا میبرین؟ بعد از عملیات هر چیزی که لازم باشه براتون میگیم. عملیات چی؟ چتنا چی شده؟ یک چیز بکنین، جواب بدین. من خواهرش هستم. دختر به من دست نزن. چتن جان خواهر، لطفا ما را ترک نکنی. خواهر بیادرم خوب میشنی؟ اسما اگر چتنا چیزی شوه، اگر او را از دست بدیم، باز ما چی خواهد کرده؟ خواهر او را چیز نمیشه. بچیم بس از دیگه سرم دور خورد. مادر، خالمم تا هنوز نامده، پدرمم زنگ نزد، حتما چتنه چیزی شده. اون آمد. خاله جون لطفا مرا نجات بده، قسم میخورم که او کار قصدن نکرده. آی جان خاله، در این حالت که رانندگی کنی بیازه حادثه میشه. دعا که چتنه چیز نشه. اپک تو چی میخوایی بگویی ها؟ بیازو بسختی ای را آرام ساختیم، باز تو آمدی آتش پکه کده میری. تو فقط ای را بگو که قدرت چه قسم نجات بتیم. جانان یک قهوه تلخ برام بیار. اپک تو دیوانه شدی؟ قهوه چی؟ من خودم نخواستم خواهر جان، ما قدرت خواستیم. اول نشش از بین بره، باز تصمیم میگیریم که چی کنیم.
در پشت خانم کاکاین پت میشه. میگه حادثه بود. حادثه چی؟ بیازه از ما از اول نفرت داشتن. یک روز هم نگفتن پدر و مادرتان زنده نیست. خیر است اولاد ما هم رویتان هستیم. اگر بیادر من چیز شوم من اونا را تا نمیمانم. بس از دیگه اسما آرام باش. فکر کنم فراموش کردی کاکای اینجاست. کسی را که گپش میزنی بچه ای است. یک بار طرفش ببین. وضعیت کاکای من نمیبینی. او هم مثل ما پریشان است. بیازو همه ما جگر خون هستیم. لطفاً کوشش کن آرام باشی. تو که هر چه قمیگی بگو خواهر، اما قدرت باید جزای کار خدا ببینه. یعنی خودم جزا برش میتم. اما اگه بیادر من چیز شوه من لیاز هیچ کس نمیکنم. فهمیدی؟ چوب باش اسما، چوب باش. البته دیگه. چرا چند ساعت پیش به یادم نامد؟ اسما کجا میری؟ عمر؟ من هستم پدر جان. خوب هستی بچه؟ بسیار به تشویش شدم. من خوب هستم پدر جان. شما چطور هستین؟ امروز برام زیاد زنگ زدین. خودم مثل یک طفل احساس کردم. به من طفل هستی بچه. هر قدر که بزرگ شوی بازم به من طفل هستی بچه. برات خود گفتم که بسیار به تشویش بودم. وقتی که پدر شوی باز وقت مرا درک خواد کردی. خیرت باشه انشالله. بله خانم اسما. معذرت میخوایم. دی وقت شب مزاحمتان شدم. استغفرالله بفرمایین. بیادر ما دست نکرده فیلند شفاخانه است. جدی میگین؟ او وضعیتش چطور است؟ منتظر هستیم که از اتاق عملیات بیرون شود. بسیار زیاد جگر خون شدم اسما. شفا باشه. آقا عمر من میخوایم فرم تحقیقات عدلیه را میالو شروع کنیم. لطفا اینجا بیاین. اگه اومده بتونیم. درست از کدام شفاخانه هستین؟ بله اونجا رو دیدیم. زود خودم میرسونم. پدر ما باید برم. چی گپ است بچم؟ کی برات زنگ زده بود؟ اسما خانم. بیادرزاده قطرگود. بیادرزادهش؟ بله. بیادرش حادثه کرده. تا جایی که من میفهمم اسما خانم میخواه که از طرف مقابل شکایت کنه. بچه خانم چنار نباشه. نفهمیدم پدر جان. هیچ چیز نیست. همراه خود گپ میزدم. خداوند شفا نصیبش کنه. آمین. منتظر من نباشین. شاید من وقت بهم شما راحت بخوابین پدر جان. چرا کسی چیزی نمیگه؟ دیگه چقدر منتظر باشیم؟ خواهر جان لطفا آرام باش. ببین بیادرم قوی. حالا دیگه کمی خود آرام بساز. ببین درو هم بسیار ترسیده. کاش به جای چتن بیادرم مده به سر عملیات می بودم. دخترم جگر خون نباش. به لطف خداوند بیادر زود خوب میشه. مادر جان مامان میمونه. چرا این قسم میگی قند خاله؟ نه ترس مامای دیگه چیز نمیشه. درست است؟ خب چرا مادرم این قسم گریه میکنه؟ چون که جگر خون است نفس خاله. مادر جان بیبی من خو میگم نباید داخل بریم مادر. اسما سر مغال خواد کرد. بچه امرایت خو گپ زدیم. ما کوشش میکنیم که امرای اسمام گپ بزنیم و آرامش بسازیم. در ضمن خالیتم هم اینجاست. اگه چیز شوه باز از تو محافظت میکنه جانم. اگه چتن بیمیره هیچ کس ایران نجات داده نمیتونه.
از او خاطر دعا کنین که خوب شوه. نه خیر بچه، می قسم نمیشه. بگه پای خالد گوش ندی. میخواه که تو را بترسانه. حالا دیگه بچه، حالا. تو در اینجا چی میکنی؟ اسما دخترم آرام باش. قدرت در خانه هیچ آرام نبود، به خاطر چتن به تشویش بود. این دیگه به خاطر چی جگرخون بود؟ اسما دخترم. پس این قسمت بیا. اسما دخترم چی میکنی؟ دستش ایلاکو. ایلاش کو. خیر به تشویش بیادرم بودی ها؟ دستم ایلاکو. چرا؟ تو خود بسیار به تشویش بودی. چرا به دیدنش آمده بودی؟ گفتم را برو قدرت. حالا به خاطر کسی که به تشویش هستی در اینجا با مرگ مجادله میکنه. اسما قدرت ایلاکو چی میکنی؟ قدرت قزنو کارا نکده دخترم. تو چه باش خانم کاکا. اسما ما و تو چی گفته بودیم جان خواهر؟ تو مداخله نکن. قدرت بچش مای ما بیبی طرف ما بیبی لوده. آره خوش هستی؟ دخترم تو چی میگی؟ وقتی که چتن بیادرش در این حالت باشه ای چه تو خوش بوده میتونه؟ باندگه خانم کاکا جگرخون شده. تمام مردم میفهمه که قدرت از ما نفرت داره. این قدرتی جگرخون نشده. اسما بس از دیگه. از تو شکایت میکنم. تو باید جزای کارو تا ببینی. فهمیدی قدرت؟ بس از دیگه گپای ناق زیاد شد. زحل چرا او رو اینجا آوردی؟ ترگوت قدر عصبانی نشو. قدرت به خاطر چتن به تشویش بود، از او خاطر ماموره اینجا آوردیم. او را از اینجا باور از پیش چشمایم دورش کو. اگه کدام حادثه خواهد شد. تو همه قسم نگو. او میگه که یک حادثه بود. چرا باور نداری؟ گفتم او را از اینجا باور. حالا دیگه حالا دیگه بچیم بیا میریم. ایپک تو هم بیا. بیا جان خواهر. خداوندا گناه معصوم پنهان کردن نمیتونم. به هر چیز بینا هستی و به هر چیز دانا هستی. پشیمانی قلب مرا فقط تو دیده میتونی یا رب. خدایا به خاطر زنده ماندن اولادم او زن بیچاره را در این مدت از اولادش دور نگاه کردم. ما از این امتحان تیر شده نتانستم یا رب. تو هیچ کس برش درد اولادش نشان نتی. به اندازه شرمنده هستم که نمیتونم طلب بخشش کنم، اما خواهش میکنم لطفاً امرای او زن کمک که حاله که به اولادای خود رسیده برش درد اولاداش نشان نتی. یا الله هر اولاد مسلمان تو حفاظت کو.
خدایا تو اولادم به من و به خواهرش دوباره بده. خدایا بازم درد اولاد برم نشان نده. فرق نمیکنه که مرا مادر نگوید. خیر است که مرا قاتل و بد فکر کنند. کافی است که زنده باشد. از عمر من بیگی و با اون رابطه خدایا یک بار دیگه اولاد من ازم نگی پروردگارا. خالا ایشه شما اینجا چی میکنه؟ با مامای دعا میکنم دخترم. خداوند مامای من نجات میده. خداوند دعای اطفال قبول میکنه. مادرم هم این قسم گفت. مرد راست گفته. دعای اطفال زود قبول میشه. دختر مقبوله. دخترم چطور خوب است؟ چند ساعت میشه که اینجا منتظر هستیم اما هیچ کس چیزی نمیگه. دکتر صاحب بعد از عملیات برتان معلومات خواهد داد. درست است دخترم. چی وقت خلاص میشه؟ از تشویش زد کم از بمرو. خانم دکتر صاحب برتان میگه. دورو اینجا بیا دخترم. خالا ایشه با مامان دعا میکرد مادر. ما او را زیاد دوست دارم و بسیار خوب است. از پیشم دور نشو دخترم. خوش آمدین. خوش باشین. دیدی اسما چه قسم دیوانه شده بود. به سختی قدرت از دستش نجات دادم. میگه که شکایت میکنیم. آله چی خود کردی میپک؟ خواهر باندگه جانم از او تفلک میترسی؟ همین که چطور از عملیات سالم بیرون شد و باز دیگه شبه مبان. تشویش نکو. چطور تشویش نکنه میپک؟ او گفته میره که از قدرت شکایت میکنم. اگه منصرف نشه باز بچیم زندانی خود شد. نمیتونم ببینم بچیم زندانی شوه. یک کار کو. مادر من زندانی شده نمیتونم. خاله مرا نجات بتید. قسم میخورم و کار قصدر نکردم. فقط یک حادثه بود. نتر جان خاله من همیشه همراهت هستم. تو زندانی نمیشی. اگه گپ مرا گوش کنی باز بدون کدام جزا یا که فقط با پرداخت جزای پولی نجات خود یافتی قدرت جان. اما اگه چتین بموره خدا نکنه بچیم. چرا قسم میگی ای چیزا را در فکرت جای نده. حتی نمیخوایم در ای باره فکرم کنم. درست است. کار که فعلا باید بکنیم است که قدرت چی گپایی را باید به پلیس بگویم. اگه پلیس از تو تحقیقات کرد باز چیزایی را بگو که من در خانه برات گفته بودم. درست است؟ رابطه همراه چتن بسیار زیاد خوب است. پیش از حادثه هم هیچ سر و صدا نکردین. همراه موتر بیرون میشدی و چتن ندیدی باز او را ناخواسته زدی. تمامش یک حادثه بود و قصدنی کار نکردی. خاله جان بیازو به قصد نکردم. من چرا باید چتنه بزنم؟ هر قدر که همراهش جنگ کنم و سر و صدا کنم بازی کار خود نمیکنم. میفهمم همه قسم است اما بازم چیزایی را که گفتم فراموش نکن. بچیم هر چیزی که خالت میگم قسم کو. نباید در هیچ کار غفلت کنی. شما ما تا بالا این باور ندارین. بچیم قسم نکو. البته که باور داریم اما به خاطر خوبی تو باید بعضی چیزا را از پلیس پت کنیم. درست است جان مادر؟ هلی پک بیا که همراه اسما گپ بزنیم. شاید بتانیم رازیش کنیم. بچیم تو همه جای نریم ما زود پس میم. درست است؟
همراهیم بیا. چی شده دخترم؟ مرا دختر نگو. چند دفعه برات بگویم که مرا دختر نگو. میبینی از وقتی که آمدی چی بلای سر ما آمد؟ بیازو از روزی که آمدی آرامش ما از بین رفته. گم شدگه از زندگی ما برو. چه تنده ای حالت از مرا لطفا از اینجا روان نکو. بیبی دو بیاده را دو بچه کاکا حال دشمن سخت هم دیگر شدن. لطفا دی وزد ازم نخواه که از اینجا برو. از خاطر تو است. هیچ متوجه نشدی؟ از وقتی که تو آمدی کاکایم قهر است. دلش سر تو بره، سر قدرت خالیش میکنه. درست است که قدرتان بیگناه نیست، اما پیش از آمدن تو هیچ وقتی این قسم نشده بود. تو 20 سال پیش زندگی ما را تباه کردی. دیگه اجازه نمیدم که این کار کنی. چهره اصلی تم میشناسم. با این اشکایت مرا فریب داده نمیتونی خانم. کار را که همراه ما کردی حق گریه کردنم نداری. گم شو از اینجا برو. درست است، از اینجا میرم، اما حداقل اجازه بده که از صحتمندی بچم خبر شوم جانم. وعده میکنم که این دفعه میرم، پشت مام نمیبینم. خب برو در یک جای دیگه منتظر باش. نمیخوایم در چهار طرف خود تو را ببینم. هر چیزی که از دستم بیایه انجام میتم. تشکر میکنم، اما بین شما و خانم اپک کدام مشکل نخواهد آمد نه؟ هرچی نباشه علی خواهرزاده اپک خانم دعوا باز میکنیم. ببین اگه کدام مشکل است برام بگو. تشویش نکن، مشکل نیست. هر دوی من انسانای روشن فکر هستیم و یکی دیگه خدا بسیار خوب درک خواهد کردیم. حتی اگر در دادگاه مقابل هم دیگر قرار بگیریم، هدف هر دوی ما تطبیق عدالت خود بود. امیدوار هستم که پکم بی‌طرفانه و عادلانه عمل کنه خانم اسما. انشالله کمی قسم خود شد. حالا در این باره فکر نکنین. یک دفعه بیادرتان صحتمند و سالم بیرون شو و باز می‌بینیم که چی کنیم اسما. بسیار زیاد تشکر میکنم. با اجازهتان یک بار پیش خواهرم برام. درست است. مامم اینجا میباشم. سهر دخترم تو خواهرش هستی، اسما گپ تو را میشنوه. صدقه چه اومم رش گپ بزن و را قانع بساز که از قدرت شکایت نکنه. تو هم دیدی، تو هم شاهد هستی که او فقط یک حادثه بود عزیزم. ترگو تو هم خو یک چیز بگونی؟ ولی از خدا بس از پشتینار الاک و زحل. یک دفعه چتن به سلامت از عملیات بیرون شوه، باز درباره اینا گپ خود زدین. اگه چتنه چیز شوه خانم کاکا، اگه او را از دست بدیم، باز او وقتام همیره میگن که ای همه یک حادثه بود. میبخشین اما تا وقتی که چتنه نبینم ای را از ما خواسته نمیتونم. اسما جانم عزیزم بیا که گپ بزنیم. نمیخوایم در عجله تصمیم بگیری یک دونیم. چیز به گپ زدن باقی نمانده. در ضمن مقصر من نیستم، بچه شماست. قدرت جزای کار خدا باید ببینه. آرام باش اسما. قدرت به قصد رو نزده، تو هم میفهمی. چرا قلقل مقال میکنی؟ فقط بگوی که قدرت او رو به قصدن با موتر زده باشه. دست من مسائل خانوادگی در بین خانواده حل میشه. شکایت کردن دیگه چی است؟ بیادرم در اونجا با مرگ دست پنجه نرم میکنه، اما این گپای شما را ببینه پک. شما چه قسم انسان ها هستین؟ هیچ وجدان ندارین؟ ما منتظر خلاص شدن عملیات هستم. اگه نمیرم شکایت میکنم. بیبی اسما، تو هنوز چهره اصلی مرا ندیدی. در محکمه دعوای جور میکنم که شما را مقصر خود کشیدم. شما و بیادرتان تباه خود ساختم. برو حالا شکایت کن. اپک تو چی میگی؟ عمر تو ده اینجا چی میکنی جانم؟ من خواستمش. با یک وکیل صادق ضرورت داشتم تا از حق ما دفاع کنه. من تحمل نمیتونم.
ما هیچ کاری نکردیم. نمیخوایم به زندان برم. تمامش یک حادثه بود. به قصد خود نکردیم. تو چطور این کار کردن میتونی پک؟ تو چه قسم یک وکیل هستی؟ تو اسما را تهدید کردی؟ ما کسی را تهدید نکردیم. تو غلط درک کردی جانم. چی را غلط درک کردیم؟ با گوشای خود شنیدم. میشه که یک دفعه این مسئله را از دید قدرت ببینی عمر؟ به نظرت منصفانه است که اسما از او شکایت کنه؟ جز اونا خودش منیه که دیگه خود نیستن عمر جان. اگر چیزی نگوییم باز به خاطر این مسئله و معرفی شدن به محکمه خانوادهشون از بین خواهد رفت. اگر از کس دیگه میشنیدم نادیدم میگرفتم دختر. اما توی قاضی هستی پک. حتی اگر دستان باشه با زندگی یک جوان در بین است. یکی که مقصر است و کی نیست ایره تو نه. محکمه تصمیم خود گرفت. ایره باید بسیار خوب میفهمیدی. اما میبینم که تو با تهدید کردن وظیفه خود پیش میبری. قدرت کجاست؟ قدرت بچه کجا میری؟ قدرت عمر صاحب خواهش میکنم حالا کدام کار نکنین. بیاز یک حادثه عادی بود. یعنی کسی کدام جرمی انجام نداده. ما یک دفعه در بین خانواده‌ای مسئله را حل کنیم باز بعدن به شما خبر میدیم. وقتی که اسما خانم به شکایت خود اصرار کنه باز هیچ کاری نمیتونه. البته میفهمم. میبخشی جانم، چند دقیقه پیش همراه درست رویه نکردم. حتی حالیم بسیار پشیمان هستم. به خاطر خواهرزاده‌ام خود اداره کردن نتانستم. بیبی تو هم حق داشتی که او قسم رویه کنی، اما این مسئله بسیار زیاد مهم است. باید یک راه عاقلانه برش پیدا کنیم. وقتی که بیادرم زیر عملیات باشه باز احساسات خود نادیده گرفتن نمیتونم. فهمیدی؟ قدرت باید جزای تمام کارهای خود ببینه. عمر ولی از خدا یک چیز بگو. من راست نمیگم. اینا مثل خواهر و برادر با هم بزرگ شدن. کسی از خانواده خود شکایت نمیکنن. به خاطر یک حادثه ناخواسته نمیتونیم که قدرت به زندان روان کنیم. اگه میگی که فقط یک حادثه بوده باز کدام مشکل نیست. اما اگه قصد صورت گرفته باشه باز هر کس باید جزای خود بده. شنیدی دیگه؟ اگه باور داری که قدرت بیگناه باز چرا میترسی؟ این بچه کجا رفت؟ خدای ما بچه ما به درد سر انداختن. من در قدر سالا برشان مادری کردم. هر کاری که از دستم میامد برشان انجام دادم تا که کم بودی مادر خود حس نکنن. باز بیبی که در مقابلش اینا چی کردن؟ درست است خواهر جان آرام باش. ما راستینن اینا، ما راستین. خانم کاکا حقتان سر ما زیاد است. شما واقعا راست میگین، اما موضوع در مورد زندگی بیادرم است. اگر چطور نکدام چیز شوه قدرت و خودتان با عذاب وجدان چطور زندگی خود کردین؟ آیا فکرش نکردین؟ اما این یک حادثه بود سحر جان. هیچ باورم نمیشه به خدا شما همراه قدرت بی‌عدالتی میکنین سحر. از دست او لوده بود که به این روز دوچار شدیم. او را بسیار نازان ساختی زحل، بسیار.
اگه برش زیاد روی نمیدادی بازی گپا نمیشد. بیبی بدبختیش چتن تحمل میکنه. سهر بیبی دخترم اسما خو نمیخوایم مرا درک کنه، اما تو خو مرا درک کن. تو هم یک مادر هستی، اگه بالای اولادت همه قسم یک بلا بیه باز به خاطر نجات و هر کاری که از دستت بیه انجام نمیدی؟ پیش تو زور میکنم دخترم، اگه به سرتان کمه حقام داشته باشم بازم رای اسما گپ بزن، او را از کارش منصرف کو. اسما دخترم از این کارت منصرف شدی نه؟ لطفا دخترم برام بگو که از قدرت شکایت نمی کنی. کاری که مناسب بود انجام دادم خانم کاکا. خانم کاکا. خاله چرا پشت ما گرفتی؟ چرا مرا تعقیب میکنی؟ بچه بیا به شفاخانه بریم. بیبی چتن هنوز از شفاخانه نبرآمده. تو هیچ مورد او به تشویش نیستی؟ در اینجا چی کار داری؟ بیا که از اینجا بریم. ایلا که دست من شما مداخله نکنین. چرا پشت ما گرفتین؟ حالا در پیش چتن رفته مواظب او باشین. لطفا مرا راحت بانین. بچه بیبی اشتباه میکنی. مرا راحت بانین. قدرت بچه به خود ظلم میکنی. ما تو را درک میکنم. ای که خدا گناهکار فکر میکنی درد درمان نمیشه جانم، اما بسیار اشتباه میکنی. وقتت ضایع نکن. همراه ما بیا، خانواده در اونجا منتظرت هستن. به خاطر تو آماده هر حالت هستن. بیا که بریم بچه. اما تو به اونا باور نداری. خانواده میگه. کدام خانواده؟ اگه از دستشان بیایم مرا هرگز زنده نمیمانن. بجز مادرم کلشان از این نفرت دارن. چطور امکان داره بچه؟ اسما به خاطر که قهر بود و قسم که پاره گفت. حالا بیا که بریم بچه با هم آشتی کنیم. مرا راحت بانین. شما را چه غرض؟ فقط که پدر و مادرم باشین. چرا مداخله میکنین؟ بچه حالا بیا که برو از اینجا گم شو. قدرت بچه بی سود باش. قدرت بچه. قدرت بچه مرا تباه کردن. حالا بچه یک دانیم کلام رو جوانیش در زندان سپری خواد کرد. قدرت بچه. قدرت کجاست؟ نیک وقت به زندان بردنش. قدرت کجاست؟ بگوین. خواهر آرام باش، هیچ کسی را جایی نبرده. آرام باش. قدرت در کانتین است. خواهر جان بیا کمی بیرون قدم بزنیم. قدرت در بیرون هوا سرد است، شاید کم خوب درست است. بیا از دیوارا اینجا کلش به سرم میایه. حالا بخیز زهر. بخیز جانم بخیز. حالا جانم بریم. حالا بیا. حالا اسما کدام کار اشتباه خود نمی‌کنیم نی؟ درست است ما هم سرش قهر هستم، اما در نتیجه این یک حادثه بود. او هم نمیخواست که ات شود. قدرت بچه کاکای ما میشه، به خاطر او هم دلم نارام است. نمیشه که از این شکایتت منصرف شوی. مادرش نمیبینی زیاد پریشان است. خانم کاکایم یک ذره اشک ریختانده و جگر خون شدیم گفته. فکر کنم دلت تسلی داده خواهر. ما به خاطر قدر سال غارت کردنشان و توهین کردنشان چیز نگفتیم. همیشه درد خدا پنهان کردیم. بان که کم درد بکشن. بیادرم با مرگ دست پنجه نرم میکنه. وقت ندارم پشت اشکای دروغینش بگردم. باید جزایش ببینم. ترگوت پیش تو زور میکنم برو امرای اسما گپ بزن تا از شکایتش منصرف شود. اگر نی قدرت به خاطر او زندانی خواد شد.
بچیم زندان تحمل کردن نمیتونه ترگوت. میفهمم، ما هم نمیخوایم اتو شوه، اما برش چی بگویم؟ او هم حق به جانب است. او میخواه کسی که بیادرش با موتر زده جزا ببینه. در یک طرف بچه ما، در دیگر طرف بیادرزادهایم. البته با بچه تخمیتی ترگوت، او بچه اصلی است. چطور دلت نمیسوزه؟ اگه فکر میکنه مسئول مشکلاتش ما هستیم، باز غلط فکر میکنه. بی از او همیشه او با ما جنجال جور کرده. نه خیر، من دیگه تحمل کردن نمیتونم. به جایی که بچه من در زندان ببینم بهتر است که بمرم. یاسمن جان، شما نمیبینین؟ وضعیت خواهرم هیچ خوب نیست. اسما با گپ شما میکنه، یعنی در حالت نیست که گپ شما را رد کنه. کم غرورتان کنار بانین و هر قسم که میشه او را قانع بسازین. درست است. اپریک، تو امیال برو قدرت بخوای که پیش ما بیایه. باید تمثیل کنه اگر نه اسما دیوانگی خواد کرد و از کارش منصرف نخواد شد. حالا امیال پیش ما بخوایش. درست است خواهر جان. ببین چند ساعت شده. این عملیات لعنتی چقدر طول کشید خواهر. اگر کدام گپ خاص می بود باز دکترها وقت خبر می دادن. معلوم میشه عملیات خوب پیش میره. از این خاطر لطفاً جگر خون نباشین و تشویش نکنین. من مطمئن هستم که بیادرتان هیچ چیزی نمیشه. انشالله. خداوند دوباره بچه ما صحت و سلامتی نصیب میکنه انشالله. اسما، دخترم بیا کمی با هم گپ بزنیم. چیزی با گفتن ندارم. راستش میپرسیدم که کدام خبری است. نیست کاکا، ما منتظر هستیم. توبه نو وقت شب شده. چی شدی بچه؟ بله عمر، چی شده بچه؟ منوز نامدی؟ وضعیت چتن چطور است؟ نمیفهمم پدر جان، همه هنوزا منتظر هستیم. یعنی چتن هنوزم در عملیات خانه است. خدا کنه همه چیز خوب شوه. از خانوادهش کسی است یا تنها تو ایپک است؟ نه خیر، همگی هستن. آقا ترگوت، همسرشان، بیادرزادش، تمامشان منتظر هستن. پس تو است؟ بله پدر، کلشان بسیار به تشویش هستن. بیاز اونا از خورترکی یتیم شدن پدر جان. از این خاطر خواهرش میترسه که بیادرشان چیزی نشه. خداوندی روزه سر دشمن مام نبیاره. آمین. اگه کدام گپ شد باز حتما برم خبر بده. درست است، زنگ میزنم. درست است بچه. قدرت کجاست؟ پس چرا همراهیتون آمد؟ کانتین رفتم نبود. کل جای پالیدم اما نبود. یعنی چی؟ ای بچه کجا رفته باشه ایپی؟ ما از کجا بفهمم خواهر؟ برای زنگ زدم جواب نداد. یک دفعه خودت زنگ بزن، شاید از تو را جواب بده. اوه بچیم، بدون خبر دادن کجا رفته میدونی؟ میخوایی مرا از بین ببری؟ چی شد؟ نه که تلفن خود خاموش کرده. زنگ رخ کرد. موبایلش جواب نمیده. درسته سارم باش، یک بار دیگه هم کوشش که شاید نشنیده باشه. نمیفهمم کجا رفته ای بچه. دیوانه میشم ایپک، با خدا دیوانه میشم.
بیادر بچین جدا جالب هر که دکتر صاحب اجازه داد باز بیاییم. وضعیتش چطور است؟ بیادرم خوب است نی؟ تشویش نکنید. عملیات موفقانه سپاری شد. مریض ما از خطر مرگ نجات شد. خدا را شکر. حالا به اتاق عاجل برده میشه. تا وقتی که به هوش میاد اونجا میباشه. دکتر صاحب اونا خوب میشن، کدام مشکلی خانه؟ در ظرف چند ساعت به هوش میاد. بازم شفا. بسیار تشکر. زنده باشی. قدرت بچیم، حالا دروازه رو باز کن. قدرت خاله زهر شما در اینجا چی میکنه؟ قدرت کجاست؟ در داخل هستی؟ نه خیر، اینجا خود نیست خاله جان. قدرت قدرت بچیم تو کجاستی؟ قدرت قدرت اینجا نیست خاله زهر. چی شده؟ از دیشب به این طرف از قدرت هیچ خبر نیست. لطفا اگه جایش میفهمین برام بگوین. شاید به جای همیشگی که ما میریم رفته باشه. اگه خانه نامده باید اونجا بریم. خب او جای شما ده کجاست؟ ما باید هر چیز زودتر قدرت پیدا کنم. گورکان باشین خاله زهر، من آدرس رو شکلم میتونم براتون. یک گیلاس دیگه بده. بس از دیگه شیرم بسیار زیاد نوشیدی. اگه میگی آب لیمو برات بتم تا به خود بیایی بیادر. بیادر جان تو چرا در خوردن و نخوردن من مداخله میکنی؟ وقتی گفتم بته باز بته. بس از بیادر، صبح شده کلگی خانه میره. آی بس از دیگه اعلام کو. برای مشکل ایجاد نکو قدرت. با آرامی از اینجا برو. نشه از اینجا بیرونت کنم. اعلام کو. بس از دیگه درست است. باش بیادر که پولیت برات بتم. بگی این دیگه گپ تا قبول کردم، از اینجا میرم. درست است؟ زنده باشی. وقتی به خود آمدی بیا گپ بزن. درست است. برات کدام تاکسی بخوایم؟ نه میخوایم، تشکر، خودم موتر دارم رفیق. در این وضعیت رانندگی کده نمیتونی. احمق لوده. خیرت باشه. کی کار داشتین؟ میدیدم در داخل کسی هست یا نه. کی رو میپولیدین؟ بچه من از دیروز گم است بیادر. گفتم شاید اینجا آمده باشه. در این وقت اینجا کسی نمی باشه خواهر. به نظرم خانه برو، اینجا جای مناسب نیست. در خانه منتظرش باش. درست است بیادر، زنده باشی. تو کجا هستی قدرت؟ تو کجا هستی بچه؟ قدرت صبر کن میایم. سحر پای بیادرم چرا تو بسته است؟ باش اینقدر زودور خطا نشو. دکتر بیا باز ازش میپرسیم. بیا دکتر صاحب
پای بیادرم چرا تو بسته کردی؟ با خاطر که از چند جای شکسته بود، از این خاطر مجبور شدیم بستهش کنیم. اما بیادرم خود فوتبالیست است. حتی در لیگ برتر تازه انتخاب شده بود چتن ما. فوتبال بازی کرده خواهد تانست نی؟ متاسفانه بیادرتان دیگه هیچ وقت نمیتونه فوتبال بازی کنه. حتی به خاطری که بدون عصا قدم بزنه بعد از چند ماه یک بار دیگه عملیاتش میکنیم. بازم شفا باشه. بخشی بیادر. بفرمایید. ما بچه ما میپالم، نامش قدرت از دوستاش برم گفت که اینجا بوده. چند لحظه پیش از اینجا رفت. شما میفهمین که او کجا رفته؟ برش گفتم خانه برو اما نمیفهم. شاید یکی از کارمندا اینجا بفهمه. میشه یک بار از اونا بپرسین؟ اینجا را بسته کردیم خانم محترم، نمیبینین هیچ کس نیست. درست فهمیده شد. چرا چیغ میزنی؟ توبه، بچهش رفت مادرش آمد. قدرت بلیاز خدا موبایلت جواب بده. حالا بچه تو را چیزی نشه گفته بسیار میترسم. قدرت بچه چی گپ است خانم؟ تو دیگه کی هستی؟ خدایا حال ما چی خود کردم؟ بچه ما چطور پیدا کنم؟ تو کجاتی زحل؟ کل شفاخانه رو گشتم اما تو رو نیافتم. حالا به یادت آمد که برام زنگ بزنی ترگت؟ هیچ میفهمی که چند ساعت میشه ما پشت بچه میگردم؟ تو میفهمی که من در چی حالت هستم؟ چتن از عملیات برآمد، پاش از چند جای شکسته، همیال دگچ است. پس یعنی نجات پیدا کرده؟ نجات خو پیدا کرد اما پاش دگچ است. دیگه هیچ وقت فوتبال بازی کردن نمیتونه. زندگی فوتبالیش تمام شد. تو میبینی که قدرت تو سبب چی کاری شد؟ تو با جایی که در فکر چتن باشی کمه به فکر بچه‌تان باش. قدرت از دیشب است که گم است. من در غم بچه‌ام هستم. چند ساعت میشه کوره میپالم. از این خاطر در قصه چتن نیستم. خب تو چرا به من زنگ نزدی؟ خبر ندادی؟ بیا از چنارم کدام خبری نیست. هیچ نمیفهم در فکر کی باشم و در فکر کی نباشم. چنار در شفاخانه نیست؟ منتظر باش بچه. قدرت چی میکنی خواهر نکز جانت؟ موتر تقیب کن شو گرم جان. از من چی میخوایی پدر؟ من دیگه چه کار انجام بتونم تا دلت بدست بیارم؟ چرا مرا تحقیر میکنی؟ چرا مرا خوار و زار میکنی؟ چرا با دیگران مرا مقایسه میکنی؟ ای کاش اون روز با موتر چتنه شما را میزدم، در شفاخانه شما بستر میبودید، حتما این رفتم میمردید. اما شما خب پدرم هستید.
چرا مرا هیچ وقت دوست نداشتید اما من همراهتون چی کردیم؟ چرا همیشه مرا با دیگران مقایسه میکنید؟ اتو نکو بچه، با خود ظلم نکو، قربانت شوم بچه، نکو. کی چی میکنه خواهر؟ اتو کی رانندگی میشه؟ قانون باید جزای قسم آدم ها را برشان بده. ایره ببین کل حادثات همه قسم آدم ها صورت میگیره. پدر و مادرشون هیچ دقیقه ایشان نیستن. همین که گفتگو کردن باز تو روزا سرشون نه. نمیفهمم چی رقم مردم هست. او بچه مست بچه من مادرش هستم. میبخشی خواهر، همیالا گیرش میکنم برات. قدرت بچه من میشه. او نمیفهمه اما من مادرش هستم. نداریم خوش باشیم خواهر. درست همه چیز خوب شده بود، از مشکلات خلاص شده بودیم. بازی وضعیت ما را ببین، همه که یک ذره خوش شدیم. باز چرا تقدیر خوشی ما را دیده نتانه؟ اتو نگو خواهر، لطفاً اتو نگو. تو نمیگفتی که قوی میباشی؟ اعتماد به نفس خود از دست نمیدی. تمامش گپای مف بوده. تا امروز من خدا بازی دادم میرفتم، هیچ چیز خوب نشده و نمیشه. این زندگی مثل یک زندان به ما جور شده. اگر کسی در زندگی موفق میباشه بازو ما نیستیم خواهر. ما وقتی مردیم مادرم پدر ما را از بین برد خواهر. مادرم قبل از اینکه فکر کنه با اولادش چی خواهد شد، پدرم به قبرستان روان کرد. بعدش خودشان خدا گم ساخت، از کل چیز نجات یافت. تو به این میگی زندگی خواهر؟ به نظرت ما زندگی میکنیم؟ یگانه چیزی که مادرم به ما مانده رفته درد است. کل ما جزای کار مادرم میپردازیم. خدایا اولا کمک کن، از بچه مواظبت کن، سر بچه رحم کن. تمام مشکلات اونا را به من بده اما اجازه نده که اونا را چیز شوه خدایا. خواهر اما محترم بچه نیست، خودش از بیادر. قدرت بچیم کجاستی؟ خدایا کمکش کن. قدرت قدرت بچم تو کجا رفتی؟ قدرت
پدر میشم موتور است ها؟ یک بارم مرا نوازش ندادی، یک بارم مرا در آغوشت نگرفتی. نکدی پدر، نکدی. فقط تو همیشه سرم چین زدی، مرا خارزار کردی پدر. پس به کدام صورت تو پدر میشه جواب بده؟ اما چی توقع داری؟ نمیفهمم. چرا هیچگاه مرا تقدیر نکردی؟ چرا؟ زمانی که میخواستم کارهای من را شریک کنم چرا قبول نکردی؟ چرا به کفم گوش ندادی؟ چرا پدر؟ چرا نپرسیدی؟ حتی تو ایره نمیفهمی که من چی میخوایم پدر. چطور فوتبال بازی میکنه بسیار سرش فخر میکنی. میفهمی پدر؟ ما میخوایم فوتبال بازی کنم. ایره تو میفهمی ها؟ میفهمی؟ هیچگاه خواستی بفهمی؟ یک بارم پرسیدی؟ چرا زنگ نمیزنی؟ چرا منصرف شدی؟ چرا با بچه‌ت زنگ نمیزنی؟ چرا از بچه‌ت منصرف شدی؟ بگو پدر. قدرت تو مرا هرگز به صفت بچه‌ت ندیدی پدر جان. تو فقط یک بچه داری پدر. او هم چطور است؟ من نیستم. بچه موش کنی کدام دیوانگی نکنی، فهمیدی؟ Kudret bacımı tutmuş. Şimdi ayrıldık, özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerimdeki o tebessümü görmek için ben yıllarca beklerim. Seni kalbime gizledim durdum, senden asla vazgeçmedim.